همشهریان عزیز احترامانه از شما خواهش می‌نماییم که خود و نزدیکانتان را از بیماری شیرازی کرونا ویروس احتیاط نمایید. در خانه نشسته به ضرورت به کوچه نبرایید. هنگام به کوچه برآمدن حتما از نقاب‌های طبی استفاده نموده ضمن ملاقات و باخوری با دست سلام نکنید. فاصله معین کرده طبیبان را رعایت نمایید. نقاب‌های طبی و دستکشک‌های استفاده شده را در جایهای جمعیتی و کوچه‌ها نفرمایید. با تعلقات افتاده در صورت پیدا گردیدن نشانه‌های بیماری با طبیبان عائلوی تماس گیرید. با تعبیر طبیب بزرگ ابوعلی ابن سینا طرز قائمه نصف بیماری، آرامی نصف سلامتی و صبر و تحمل آغاز شفایابی. در خاطر داشته باشید که سلامتی هر یک شخص در دست خود اوست. سلامت و سربلند باشید همشهریان عزیز.